نوروز 2024 رو با همه شاد باش میگم. خیلی خلاصه بخوام عرض کنم، این ویدیو در خصوص تثلیث ترینیتی بین خورشید و ماه و پیمانشون توسط یه چیز بزرگتر هست که اون پیمان میانجی میترا هست. یعنی در خصوص محور این ویدیو مهپرستی و آیین میترائیسم. ولی تو عرفان‌های دیگه مثلا کابالا و مثلا چیزای دیگه هم شما اینو آیورودا اینا شما مشاهده میکنید. ما خورشید داریم یا ماه داریم. خورشید نماد گرما، ماه نماد سرما. خورشید نماد روشنایی، ماه نماد تاریکی که جفتشون لازمه. حالا خیلی هم میگن ین و یانگ. آره ین و یانگ هم میشه، ولی اینجا میگه چیز بزرگتر از اون قطب مثبت و منفی هست که داره اون بالانس و تعادل رو فعلا اجرا میکنه که ما میبینیم این توی حلقه زمانیه فعلا که اون زمان زروان، زحل، کیوان، حالا نینگیش ساد. ما یه ویدیو می‌خواستم درباره مار تهیه کنم، دی ان ای و اینا رو بگم که حالا بعدن که تناسل چجوری ادامه پیدا میکنه و آدم از طریق دی ان ای جاودانه است. حالا من میخوام بگم که این ماه یا تاریکی مایند یا ذهن یا مونه که منیت، فردیت. میگه من آدم چرا دنبال منفعت؟ جنگای دنیا به خاطر چیه؟ به خاطر که من دنبال منفعت خودمم و این من مایند، ذهنه که داره اون جسم رو کنترل میکنه. ما داریم سول داریم، روح القدس بهش میگن تو تثلیث، تو مسیحیت هم هست که یعنی همون وحدت وجود. یعنی آقا ما هممون یکی هستیم، میمیریم، روحمون تو شما میمیری که به هر حال اون سلولای حافظه اینا هم از بین میره دیگه، ولی مایند یه چیزی فراتر از جسمه. برای همین میگه اون جسم، اون گاو و اون زامیاد و هر چی از قربانی کن تا به درجات بالای معنویت برسیم. من میگم خودم موافق این فلسفه نیستم که حتما یه چیزی باید قربانی بشه تا یه چیزی به دست بیاد. اینو تو ویدیو میترائیسم من توضیح دادم. من با فلسفه ماشین مطابق زرتشت مخالف قربانی و شکار بود، بیشتر موافق اصطلاح کشاورزی بود و خودش اول موقع میترائیسم بود. ولی الان اینا با هم برادر خواهر دوقلو بودن و کلا شما بخواید این رو دقیق تر بشید، ال یا الیوس خورشید، الیوس اون تیتانه، بعدش آپولون میاد. خورشید روح، سول اینویکتوس، سول دیگه یعنی روح، سول اینویکتوس مردانگی، عمومیت و آتش است. در حالی که ماه یا هلن، مون یا مایند یا منه، بحث فردیت و آب، جزر دیگه. ماه جزر رو خورشید روشناییه. این هم که میبینید کلا از 7 مرحله میترائیسم اومده که حالا این 2 مرحله بالاشه، بعد یکی دیگه هم بعد از این هست بهش میگن پدر، همون پدر پسر رو روداتون آخرش که سان یعنی پسر دیگه. ولی اینجا سول معنی میده، سول اینویکتوس یعنی روح، همون روح القدس. حالا ما یه ویدیو هم شاید بعداً تهیه کردم در خصوص همین استیجای اون 7 مرحله میترائیسم که چجوری بهش میرسیدن. اینو شما تو جای مختلف میبینید، اصلا یه میستریه، یه راز. حالا فراماسونری میگه ایلومیناتی، هر چی میخوام به ایلومینیشن که یعنی اولین بار که این اصلا سهروردی گفت، یعنی همون فلسفه اشراق و روشنگری و باز به همون آتش و به همون موق و به این چیزا میرسه. خلاصه اینجا شما خلاصه مشاهده میکنید که یه طرف خورشیده، یه طرف حالا اون خود خورشید هم اون صلیبش، 4 تا چلیپا، اینا کدوم بر خودشون جزئیات خودشون دارن. اینور ما ویشنو رو میتونیم با ماه مقایسه کنیم، برهمن رو با خورشید مقایسه کنیم، شیوا یا نابودی رو هم با زمین مقایسه کنیم. برای همین زمین شاخ و دم داره. اینم یه فلسفه چرا اصلا شیطون شاخ و دم داره. اینا همه به گاو مرتبط میشه، به بعل مرتبط میشه. حالا من سعی کردم خیلی خلاصه بگم دیگه، ویدیو رو هم آهنگم ازش کم کپی رایت نخوره. کلا بحث زیاده. میگه ماه مغناطیس، نمیدونم خورشید الکتریسیته، اینو با میلک با مون میشه، شیر نماد شیر، اون نماد اصل. کلا این که چرا اصلا کلا ایرانی شبیه ماه، اون داسمانندش، اینا خیلی طولانیه. بعدن تو ویدیو بعدی سعی میکنیم بهش بپردازیم. مثلا ماه نماد نیمکره چپ مغزه، خورشید نماد نیمکره راست مغزه. هر کدوم از این نیمکره‌ها چیکار میکنن؟ اون شیوا یا زمین بحثش چی هست؟ اون ویشنو چه آواتارایی داشته؟ چجوری می اومده اون ذهن تو بدنهای مختلف؟ یعنی اون ذهن خودش میتونه تو بدنهای مختلف ظاهر بشه. حالا این مثالی که زدم بیشتر مرتبط با اساطیر هنده، ولی ما اینو تو میترائیسم هم داریم. همین چاکرا میاد، حالا یه ویدیو بعداً تهیه میکنم. از پایین زمینی همینجوری میره بالا، به مایند، به ذهن میرسه، بعد میره بالا، چشم سوم همینجوری میره بالاتر تا به اون تاج کابالا میره. پس این بدن ما همون گاو و همون گیتیه که باید قربانی بشه به جاش برای معنویت. ولی اون کسی که اون گالو رو داره میرونه اون ذهن ماه که در نهایت همشون یه روحه، ولی
اون فردیت باعث میشه که اون ذهن و خورشید و ماه توسط میترا با هم پیمان دارن. ممنون از توجهتون. فعلا خدا نگهدار.